راویان. به نام خداوند عدالت و آزادی. اعضای جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی به مراتب تسلیت و غمشریکی خود را به مردم غمدیده ولایت هرات که به خاطر زمین لرزه پیهم اخیر ابراز نموده و این مصیبت بزرگ ملی را به خانواده های شهدا عرض تسلیت نموده و برای زخمیان این حادثه المناک صحتمندی کامل از خداوند منان تمنامندیم. در این حادثه غمناک منجر به بیش از 2000 کشته و زخمی شده‌اند، مردم ولایت هرات در روزهای نخست حادثه به کمک رسانی‌های سریع از سوی حکومت خودخوانده ضرورتی آنی داشتند که متاسفانه گروه طالبان در این حادثه اقدام فوری ننموده و این باعث شد تا آمار تلفات انسانی بالا برود. این گروه بر علاوه این گروه امدادگران زن را در ساعات و روزهای نخست حادثه اجازه ندادند تا در ساحه رفته و برای زنان گیر مانده و زخمیان زن امداد رسانی نماید. در این حال با گذشت چند روز از این حادثه هیچ یک از افراد بلندپایه طالبان در ساحه برای غمشریکی مردم هرات نرفته و این دوگانگی حادثه کودک زابلی را با کودک هراتی به وضوح قابل درک است که ضعف و بی‌لیاقتی نظامشان را نشان می‌دهد. مردم ولایت هرات چند روز را بدون امکانات و کمک‌های امدادی با بل و کلنگ در زیر آوارها دنبال خانواده‌های گمشده‌شان می‌گشتند. گزارش‌ها حاکی از آن است که طالبان در هرات زنان و دخترانی را که به خاطر زلزله‌های پیهم در این شهر و از منزل خود بیرون شده را لطکوب نموده و آنها را اجازه خارج شدن از منزلشان را نمی‌دادند که این عمل جز ناانسانی ترین عمل در حق یک انسان است. ما از تمام امدادگران داخلی و خارجی می خواهیم تا به مردم ولایت هرات رسیدگی نموده و زنان و اطفال متضرر را کمک نماید تا آنها دوباره به روال زندگی نرمالشان برگردد. بار دیگر این مصیبت ملی را به مردم افغانستان به خصوص مردم ولایت هرات عرض تسلیت می‌گوییم. هرات در غمت شریکیم. تلویزیون ققنوس تولدی دوباره.